کلیدهای تندرستی. خوراکی ویگیتریانی. تعدادی ویگیتریان‌ها سال از سال در جهان می‌افزاید. تنها در ایالات متحده آمریکا شماره آنها زیاد از 14 میلیون را تشکیل می‌دهد. در روسیه از روی حساب‌های تخمینی شماره آنها قریب به 200,000 یعنی 0.7% می‌رسد. گرچنده از این زیاد بودن هم ممکن است، زیرا مقدار عمیق آنها هنوز معین کرده نشده است. اگر پیش آنها را چون ساده‌لوحان بها می‌دادند، پس حالا آنها در همه جا صاحب احترامند. چنین شماریده می‌شود که خوراکی ویگیتریانی با سلامتی بهتر و نگهداری محیط اطراف مساعدت می‌کند. آیا کرای به خرج دادن همه کوشش‌ها هست؟ از میان 10 نفر آمریکایی‌ها 7 آنها بیمارند و از یکی از بیماری‌ها قاتلان، بیماری‌های دل، سرطان و سکته دل پیش از وقت می‌میرند. دکتر اورت کوب در حسابات همه‌جانبه خود خوراک و سلامتی اظهار نمود که خوراک مملکت‌های غرب سبب اساسی این بیماری‌ها گردیده است. او تصدیق نمود که روغن‌های خلیص و خلسترین که در مقدار نابرابر استعمال کرده می‌شوند سبب اساسی می‌باشند. او خاطر رسان نمود که محصولات‌های حیوانی هم منبع اساسی روغن‌های خلیص و هم یگانه تحویل کننده خلسترینند. دکتر کوب در انجام قید کرد که عادتاً آنها با محصولات‌های دارای اوگلیوادهای مرکب به مثل غله‌دانگی‌ها و سبزیجات و میوه‌ها استعمال کرده می شوند. خوف پیدا شدن بیماری‌های دل در مردانی که در خوراک گوشت، تخم و محصولات شیری را استعمال می کنند به حساب میانه 50% را تشکیل می دهد. در مردانی که گوشت استعمال نمی کنند این خوف تا 15% کم می گردد. ولی در ویگیتریان هایی که گوشت، تخم و محصولات شیری را استعمال نمی کنند خوف پیدا شدن بیماری های رگ‌های دل همگی 4% را تشکیل می دهد. مجله اسوسیاسیون طبی آمریکا این برتریت ها را شرح داده تصدیق می کند که پرهیز سخت ویگیتریانی تا 90% سکته های معده و تا 97% سکته موشک های دل را پیشگیری کرده می تواند. دکتر دین اورنیش که ما الکی او را خاطررسان کرده بودیم در تحقیقات های خود اثبات نمود که خوراک ویگیتریانی با مقدار نهایت کمی روغن ها بیماری های دل را در نفرانی به قفا گرداند که جراحی عریت گذاری را به نقشه گرفته بودند. خوف پیدا شدن سرطان غدود آلات تناسل مرد و غدود شیر، روده قفز در آدمانی که همه روزه گوشت، تخم و محصولات شیری را استعمال می کنند در مقایسه با آدمانی که این محصولات ها را احیانا یا عموما نمی خورند 3-4 مراتب زیاد است. به ضمن همه این زنها ویگیتریان ها استخوان مستحکم دارند. شکستن استخوان در آنها کم روی می دهد. باریک شدن بافته استخوان که به سن و سال خاص است نظر به نفرانی که محصولات های حیوانی را استعمال می کنند کم به چشم می رسد. درباره قوم‌های دراز عمری که خوراک ویگیتریانی استعمال می کنند، مثلا قبیله خمزه که اهل آن در پیرانسالی هم سالم و فعالند، معلومات‌های علمی جمع آورده شدند. این تضاد حیرت انگیز است با دوامناکی کوتاه حیات
ва ба бемориҳои зиёд гирифтор шудани эскимосҳои Аляска, ки хӯроки онҳо асосан аз маҳсулотҳои баҳрӣ иборат аст.